حتما صاحب این عکس یعنی سحر قریشی رو میشناسید که تازگی‌ها توی این چند سال اخیر جنجال و حواشی توی فضای مجازی سوشال مدیا به پا کرده. از ازدواجش توی 17 سالگی با مهدی اخوان و رابطهش با امیر تتلو و بعد از اون مهاجرتش به دبی. ما توی این ویدیو قصد داریم که سیر تا پیاز زندگی نامه سحر قریشی، این بازیگر خوب ایرانی رو براتون بگیم. پس با ما همراه باشید. سحر قریشی تو تاریخ 6 دی 1366 توی خانواده 4 نفره توی شهر تهران به دنیا اومد. اون فقط یه برادر کوچیکتر به اسم سپهر داره. مادرش ندا افشار خانه‌داره و در حال حاضر ساکن انگلیسه. پدرش کارخونه‌دار شیشه میراله و توی امریکا زندگی میکنه. لازم به ذکره که پدر و مادر قریشی از هم جدا شدن. سحر از همون بچگی به شدت علاقه‌مند به تلویزیون و دیدن فیلم‌ها و کارتون‌های کودکانه بوده. اون همیشه خیال پردازی میکرد و خیلی دوست داشت جای اونها بازی کنه. همچنین توی 17 سالگی و اوج نوجوانی قبل از تمام کردن تحصیلات خود توی مقطع دبیرستان اقدام به ازدواج کرد. در واقع این ازدواج بود که باعث شد وارد حرفه بازیگری شه. توی سال 1388 از طریق یکی از اقوام همسر خودش که اطلاع پیدا میکنه که سحر به بازیگر مشتاقه، اون رو برای یه تست بازیگری میفرستن و اون موفق میشه توی سن 20 سالگی توی تست فیلم لج و لجبازی اثر سید مهدی برقعی قبول شه. این فیلم سبب میشه اون به دنیای سینما به عنوان بازیگر وارد شه و به آرزوی دوران کودکیش برسه و در این هنگام که توی شهرت بود از مهران اخوان جدا شد. توی پشت صحنه فیلم لج و لجبازی از طرف همکارش سیاوش خیرابی به آقای سهیلی زاده کارگردان سریال تلویزیون دلنوازان معرفی میشه. نهایتاً سهیلی زاده سحر رو برای ایفای نقش یلدا انتخاب میکنه. سریال دلنوازان بسیار مورد استقبال مردم قرار میگیره و سحر قریشی، سیاوش خیرابی و شاهرخ استخری از جوانان فیلمی که تازه معرفی شده بودند بسیار به شهرت میرسن. سحر قریشی و شاهرخ استخری هر دو نقش‌های محوری اصلی رو به عهده داشتند. از ویژگی‌های اخلاقی او میتوان به پرخوری اشاره کرد. اون عاشق غذاخوریه و از طرف پدر و مادرش ژن زود چاق شدن رو داره. اون با اینکه به غذا علاقه زیادی داره اما همیشه از زیبایی اندامش محافظت میکنه. به همین خاطر اکثرا رژیمه و برای ورزش کردن فرصت کمی داره. اون توی پاسخ به پرسش‌های مکرر مردم مبنی بر اینکه عمل جراحی روی صورتش انجام داده یا نه گفت که تا به حال هیچ جراحی نداشتم و فقط یه بار تزریق لب انجام دادم و خیلی هم از این کار پشیمونم و به همین خاطر از لبم خارج کردم. برای این حرفاش تصاویر کودکی و نوجوانیش سند و مدرک موثقیه. سحر قریشی چهره زیبا و طبیعی داره و خیلی بعیده که عملی روی صورتش انجام بده. سحر قریشی توی آبان ماه 1402 تو ویدیوهایی که در یوتیوب تحت عنوان افشاگری منتشر میکرد اظهار کرد که در زمانی که توی ایران بوده به خاطر مشکلات و ناراحتی‌های روانی که از طرف عده‌ای براش ایجاد شده بود 2 سال رو با اعتیاد دست و پنجه نرم کرده. قریشی از وضع سینمای ایران به کلی ناامیده و اظهار کرده خودش قراردادی رو دیده که از قبل مشخص شده بود که سیمرغ متعلق به چه فردیه و از قضا توی جشنواره هم همون سیمرغ به همون فرد خاص داده میشد. سحر قریشی توی سال
1389 بعد از حضور موفقیت آمیزش توی مجموعه دلنوازان تصمیم گرفت توی فیلم دردسر بزرگ اثر مهدی گلستانه و با نویسندگی محمد قربانپور و در سال 1389 ساخته شده حضور پیدا کنه. قریشی در کنار افرادی چون حامد کمیلی، بهار افشاری و فتحعلی اویسی بازی کرد و سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد در سال 1389 از شبکه تهران پخش شد. این مجموعه چندین کارگردان داره که قسمت‌های مختلف رو تولید کردن. گشت ارشاد فیلم سینمایی طنزآلود اجتماعی اثر سعید سهیلیه که تو سال 90 تولید شد، اما چیزی از اکرانش نگذشته بود که جلوی اکرانش رو به دلیل موافق نبودن انصار حزب الله گرفتن. اما کمی بعد شخصی به نام علیرضا سجادپور در سمت مدیر نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد اطلاع داد که این فیلم به صورت موقت اکران میشه. پس از این خبر حتی اکران این فیلم توی شهرستان ها نیز با مانع و مخالفت مواجه شد و نمایش اون توی شهر تهران نیز بعد از چند هفته ممنوع شد. همچنین سحر با حضور بسیار پررنگش توی سال 90 توی فیلم هایی به اسم نردبان چوبی، سیسیلی ها، ساعت شلوغی، دوباره با هم و اکباتان مقابل دوربین رفت. درست اون بسیار پرکار بود، اما کارهایی که در آن حضور پیدا میکرد از کیفیت بالای برخوردار نبود. اون کمیت رو رعایت میکرد نه کیفیت رو. در هر صورت انجام کارهای متفاوت مختلف باعث شد اون تبدیل به یکی از پرفعالیت ترین بازیگران جوان سینما بشه. اون در طی 3 سال یعنی از 91 تا 93 در 20 فیلم سینمایی بازی کرد که برای شخصی کم سن و سال بسیار عالیه. بعد از اون نیز باز هم میدون خالی نکرد و ادامه داد و در فیلم هایی چون رسوایی 2 به کارگردانی مسعود دهنمکی و آبنبات چوبی اثر محمد حسین فرحبخش، آسوپاس ساخته آرش مهیریان و پاتو کفش من نکن به کارگردانی محمد حسین فرحبخش که رسوایی 2 بیشتر مورد استقبال واقع شد. سبک کارهایی که قریشی توی اون حضور پیدا میکرد بسیار سطحی و طنزی معمولی بود. یه فیلم سینمایی دیگه هم به اسم عشق و خیانت که محصول سال 92 توسط داوود بیدل ساخته، تهیه کننده اون نیز روح الله شمقدری است. سحر قریشی توی سال 83 ازدواج کرد، اما بعد از شروع سریال دلنوازان یعنی در سال 88 کارش به جدایی کشید. علت جدایی را از همسرش چنین ذکر کرد که اون پس از شناخته شدن در میان مردم تغییر شخصیت داد و به کل عوض شد و آدم دیگه شد و تا 6 ماه پس از اینکه سریال پخش شد همسرش هیچ اطلاعی از اون نداشت و از طریق دادگاه حمایت از خانواده دادخواست تمکین میداد. بهمن ماه 1400 سحر قریشی پس از آخرین فیلمی که توی ایران بازی کرد به اسم نیسان آبی توی ترکیه با امیر تتلو آشنا شد. به گفته سحر این آشنایی به شکلی بود که اون به همراه دوستاش توی ترکیه مشغول به تفریح بودن و به یک جایی میرن که از قضا تتلو هم اونجا بوده. تتلو سحر رو به یک مهمانی توی خونهشون دعوت میکنه و پس از کل اصرار از جانب تتلو نهایتا سحر قبول میکنه. اون شب میگذره و پروژه نیسان آبی تموم میشه و سحر همراه با تیم به ایران برمیگرده. پس از برگشت مجددا تتلو با اون تماس میگیره و ازش خواهش میکنه با بلیتی که براش تهیه کرده به ترکیه بره. سحر طبق گفته خودش در معذوریت قرار میگیره و به ترکیه میره.
اون به خونه تتلو میره و تا 2 روز اول همه چیز به خوبی پیش میره. اما پس از اون تتلو گوشه سحر رو ازش میگیره، موهاشو کوتاه میکنه و اون رو توی خونه زندانی میکنه. طبق افشاگری که سحر توی یوتیوب خودش انجام داده، تتلو اون رو مجبور کرده روی بدنش تتو بزنه و اون رو چندین ساعت کتک زده و بدون آب و غذا توی اتاقی حبسش کرده. پس از سحر چند دختر دیگه هم دست به افشاگری زدن و اونا هم نیز صحت حرفای قریشی رو تایید کردن. امین فردین نیز از نزدیکان تتلو توی این خصوص پرسجو کرد و اونها نیز تمام این اتفاقات رو در کمال ناباوری تایید کردند. عده‌ای از منتقدان بر این باورند که این ارتباط به خاطر تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و قمار از قبل با برنامه‌های تعیین شده بود و هدف بالا بردن بازدید و منفعت سرشار از این حواشی و جنجال‌ها بوده. به راستی پشت صحنه ازدواج امیر تتلو و سحر قریشی چیه؟ یعنی چقدر میتونه پول پشت این ماجرا باشه؟ مدت زمان دوام رابطه با تتلو 1 سال هم دوام نیاورد و نهایتا سحر از ترکیه به دبی مهاجرت کرد. از زمانی که خبر ارتباط این دو منتشر شد، از اول هم مشخص بود خیلی زود از هم جدا میشن. این بود زندگی نامه سحر قریشی و حواشی و جنجال هایی که به پا کرده بود. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.